فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خواهرمون دختر پاییز از کردستان نوشتن که آیا نواختن ویولون برای بانوان ممنوع است یا جایز است؟ به صورت کلی نواختن تمام آلات موسیقی و طرب از دیدگاه اسلام این جایز نیست، زیرا که این یک نوع به اصطلاح آرامش کاذبی هست که احساس میکنند بعضی‌ها که آرامش هست و آرامش نیست، بلکه در واقع یک نوع تخدیر هست و انسان رو به خمار میبرند. و نه تنها که این آرامشی نیست، بلکه این تعبیر آرامش اصلا صحیح نیست و بلکه انسان را به غم فرو میبرد بیشتر از این که انسان را شادمان بکند. و به این خاطر از و نقطه جالبی که در اینجا وجود داره این است که بیشتر نوازندگانی که وجود دارند از بیماری افسردگی رنج میبرند. اگر واقعا موسیقی یعنی شفای روح بود و آرامشی رو به دنبال می‌داشت، این همه نوازندگانی که داریم اینها حتی بسیاریشون خودکشی کردن نهایتا. اگر واقعا آرامشی در این بود پس این خودکشی نمی‌کردن. بله، یعنی این کار حرام هست هم برای زن و هم برای مرد. جایز نیست که موسیقی به صورت کلی موسیقی که مجاز هست، یعنی از دیدگاه اسلام نواختن دف هست در هنگام عروسی جایز هست و ثابت شده از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که در این صورت میتونند که اظهار خوشحالی بکنند و در همون دایره به اصطلاح محدودی که وجود داره، نه به عنوان این که هر موسیقی باشد و این که موسیقی همراه با ترانه باشد و خصوصا این ترانه به اصطلاح وصف نامحرم باشد، وصف زنان باشد یا اشعاری که کلمات شرک‌آمیز و بدعت‌گونی رو دارد. این به اتفاق تمام علما حرام هست و این مطلبی که من عرض می‌کنم به استدلال حدیث ابی مالک اشعری هست در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند در آخر زمان یک قومی میآیند که یستحلون الحر والحریر والمعازف. اقوامی خواهند اومد که زنا و ابریشم رو حلال میدونن، مباح میدونن. والمعازف، معازف به صورت کلی به تمام ادوات نوازندگی گفته میشه و این تعبیری که در اینجا اومده یستحلون که اون حلال میدونن، معنیش این است که حرام هست و اینها اونها در واقع حلال میدونن. این کار شایسته به اصطلاح نه مرد مسلمان هست و نه زن مسلمان و علما خصوصا علامه ابن قیم رحمت الله علیه اینو به عنوان به اصطلاح قرآن شیطان معرفی کردن، زیرا اون کسانی که با موسیقی خودشون رو سرگرم میکنن اونها در واقع از قرآن لذتی رو نمیبرند.